بزرگترین تلسکوپ تاجیکستان که اقتدار کشف و آموزش ستاره و جرم‌های خرد کیهان را دارد، بعد از 25 سال سکوت دوباره به حرکت درآمد. این دوربین عظیم در بلندی کوه سنگلاخ در ناحیه دنغره جایگیر است و بعد از 12 سال اکنون میتواند با مشاهده مسافه بیش از 200 میلیون کیلومتر تحقیقات مهم استرونومی انجام بدهد. با یاری این تلسکوپ ما میتوانیم объект‌های خیلی سست، یعنی объект‌های خیره که اندازشون خیلی مایده، ما با یاری این تلسکوپ دیده میتوانیم و تحقیقات کرده میتوانیم. تلسکوپ رصدخانه سنگلاخ سال 1982 از آلمان به تاجیکستان آورده شده است. بعد از جستجو و تحلیل‌ها یک گروه متخصصان در زمان شوروی برای این دستگاه موضع سنگلاخ را انتخاب کردند. این موضع در بلندی 2300 متر از سطح بحر جایگیر است و به گفته متخصصان بیش از 200 شبیان در یک سال صاف و بی ابر بوده برای پژوهش جرم و ستاره‌های آسمان موافق است. دوام 10 سال کار با این تلسکوپ نجوم شناسان تاجیک به بیش از 10 دستاورد علمی موفق شدند. سال 1985 یک کمیت مشهور کمیت گالی. این کمیت هر 70 سال با آفتاب میبیاد، نزدیک میشود و آدما میتوانند این کمیت مشاهده کردن و یکم نخستین بار در جهان در زمین همین کمیت را با یاری همین تلسکوپ دیدن و بعد همین مرکز استرونومی بین‌المللی با معلومات از همین інститут ما معلومات روحی شد که همین کمیت ما مشاهده کردیم. برای این دستاورد یک سیاره خرد همین نام تاجیکستان گرفته کی بود. اما این تلسکوپ که میبایست نه کمتر از 100 سال خدمت کند، بعدی همگی 10 سال فعالیت کار ناشایان شد. زمان جنگ شهروندی رصدخانه سنگلاخ هم به یک نقطه درگیری تبدیل یافت. جنگیان مدت در داخل رصدخانه پناه بردند و بینای 6 طبقه را با دستگاه‌های گرانبهایش ولنگار کردند. کار ناشایان شدن دستگاه بزرگ کیهانی منجمان و عالمان تاجیک را در این 12 ساله به مشکلات زیاد روبرو کرد. خود همین ابزرواتور از سال 2011 آمدن سر کردیم، ما پروژه داشتیم، مشاهده بلیط میگذراندیم. 8 سال 9 سال آمدن میرفتیم که تلسکوپ یکم وقت ندیده بودیم کارش که دایم ویران خوب بودن. یک چند شب پیش رسمی محتوب گرفتیم توسط فوتوآپارات همین خودمون. تلسکوپی زمانی مشهور و یگانه در آسیای مرکزی در حال دوباره برقرار می شود که الکی در کشورهای دیگر دستگاه‌های چند برابر از این بلندتر قامت افراختند، اما با گفته متخصصان با موقع جایگیرشوی خود تلسکوپ تاجیکستان برابر با دیگر همتایان بزرگش اقتدار کشف و مشاهده جرم‌های خرد و ذره‌های آسمان را دارد. بعضی از همین استروئیدها یا که سیاره خرد، بعضی از آنها در حرکت خودشون مدار زمین را بریده می‌گذارند و همین طور آنها به زمین خطری احتمالی دارند. اگر ما میتوانیم با یاری مشاهده ها معین کردن که این объект از چی عبارت است، ما همین عاقبت های ما میتوانیم کمتر کردن، چون که объект هایی که از سنگ و آهن عبارت هستند یا که از چنگ و یخ، ما به همین سوال ما جواب می‌یابیم. رصدخانه بین‌المللی سنگلاخ قریب پرره برای استفاده آماده است. قرار است رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روزهای نزدیک در رسم افتتاح دوباره آن شرکت کند. برای چرخبال پرزیدنت هم الکی فرودگاه خرد آماده شده است، اما بیشتر از همه افتتاح رصدخانه را منجمان جوان تاجیک انتظارند و برای کار با تلسکوپ از حالا نوبت هم گرفتند.
ҳамин вақтое ки дар конференсияҳо иштирок мекунем пешрафти дигар ҷавонҳоро мебинем ва халк телескопҳои ва ё кор ки мекард ва ё пешравишон зиёд бисёр мушоҳида мекарданд. мо шароити мумкин набуд. мо кӯшиш мекунем ки дигарро бар ин баробар кор кунем, ягон объектҳои нав кашф кунем.